دادگاه ولایت سوخت روز 2 اپریل در مرحله بازنگری حکم نوروز نورزاده آن را به تغییر گذاشت. 2 ماه پیش رئیس دادگاه ناحیه ظفرآباد این جوان 22 ساله را برای سرکشی از خدمت حربی 36,000 سامانه جریمه بسته بود. برای 2 ماه در بازداشتگاه بودنش قسمی از این مبلغ را کم کردند. طلور سود در نظر آمده گفتن که سودیا دیده شده کارو تا گفتن بیشتر جریمه سودیم خدمت نمیبرند. اما طلب شما چی بود؟ ازود است سفید کرده شود سودیم نشم به خدمت حربی را میکنیم. شما در عریضه شکایتتون همیخیل نوشتید در و یک کاساسیونی همیخیل نوشتید. اکنون از بالای این سودم با سودی بالای با شکایت میبرید برای سفید شدن تو؟ بله. همین از امکان سپردن این مبلغ از نگاه شرایط شما هست یا نیست؟ نیست داخل. من هم دیده بودم رفتم گریف که آچه بسیار لطکوبم کردم. شب پیدنم گفت فوتبال باریم این طرف یکتاش این طرف میزندم بایش با این طرف میزن. والدین نوروز نورزاده روز 31 دکبر سال گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که پسرشان 8 دکبر و بعد بازگشت از روسیه در گذرگاه فاتح آباد اویبک بازداشت شد. به گفته آنها فرزندشان را به شعبه کارهای داخلی ناحیه ظفرآباد فرستادند و آنجا یک شب لطوکوبش کردند. ولی نه در زینه اول دادگاهی و نه در مرحله شکایت کاساسیونی عاملان آن حالت به جوابگری کشیده نشدند. یگون نتیجه نگیره. نه چورش دیدن یگون چه زدن ما ایوست در آورده همون ملیسه خونه ظفرآباد ناحیه ظفرآباد. باز همون بچه ها کار کرده بسیار ساسا میونم غم میتردم میونم اینقدر دویدن نمیتونم. بعدش با اکنون شما میخواهید که همونها هم باید به جوابگری کشیده شود؟ بله بسیار دشنامه‌ای بد کردن برای حالا این خانواده و هم وکیل مدافعش عزم دارند به زینه‌های از این هم بالایی دادگاه مراجعت کنند تا نوروز نورزاده سفید کرده شود و ماموران شعبه کارهای داخلی ناحیه ظفرآباد به جوابگری کشیده شوند. با حکم ناحیه ظفرآباد علکای وای هم باید جریمه سپارد و در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری عمومی حربی و خدمت حربی ادا کردن خدمت حربی به او نیز واگذار کرده شده است. آنهایی که برای صادر کردن جنایت با حکم سود از آزادی محروم شده اند از دعوت به خدمت حربی آزاد کرده می شوند. از این لحاظ هم نورزاده نوروز برای شکایت کردن به سود زینه بالایی یعنی که مرحله نظارتی موقع خود را بیان نموده است. این بازداشت و شکنجه و جریمه شدن نوروز نورزاده در حالی است که به گفته خودش و هم نزدیکانش او نیت فرار از ارتش را نداشته است بلکه از ناچاری برای کار به روسیه رفته بود. حالا هم میخواهد آن نیتش را عملی کند ولی تنها در حالی که دادگاه او را حق برآورد. شکایت ها از شکنجه در تاجیکستان سالهای گذشته نیز ثبت شده است. در بعضی موارد کارمندان نهادهای قدرتی برای شکنجه جزا میگیرند اما در حالتهای دیگر کسی مجازات نمی شود. تاجیکستان به سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه ها همیشه تنقید می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.